توی این ویدیو میخوایم در مورد کلمه wish به معنی ای کاش یاد بگیریم. 3 ساختار بعد از کلمه wish میتونیم استفاده کنیم به معنی ای کاش. ساختار اول wish به اضافه گذشته ساده یا simple past. مثال I wish I had a car. ای کاش یه ماشین داشتم. I wish I didn't go to work today. ای کاش امروز سر کار نمی رفتم. این ساختار برای بیان مواردی که دوست داریم برای حال یا آینده تغییر کنه استفاده میشه و احتمال اتفاق افتادنش هم اصولاً کم هست. ساختار دوم wish به اضافه would و فعل ساده. این ساختار برای این هست که از دیگران بخوایم که یک کاری رو انجام بدن و بگیم ای کاش فلانی این کار رو انجام بده. I wish they would stop arguing. ای کاش دست از جر و بحث بردارن. I wish John wouldn't snore every night. ای کاش جان هر شب خور و پف نمی کرد. و ساختار آخر wish به اضافه گذشته کامل برای بیان حسرتی در گذشته، اتفاقی که دوست داشتیم بیفته نیفتاده یا افتاده و دلمون میخواست که نمیافتاد. I wish I hadn't gone there. ای کاش اونجا نرفته بودم. I wish they had told me. ای کاش به من گفته بودن. I wish I had studied medicine. ای کاش پزشکی میخوندم.